چه کسی به هادی چوپان خنجر زد؟ چرا هادی چوپان نتونست برنده این دور از مسابقات مستر المپیا باشه؟ آیا واقعا امکان داره که در حقش اجحاف کرده باشن؟ بله، کاملا ممکنه. خنجری که هادی چوپان خورد از مافیای بدنسازی و تولید مکمل در جهان بود. مشکل هادی عزیز و البته خیلی از ورزشکاران دیگه اینه که فکر میکنن که این مسابقات و جشنواره‌ها صرفاً به خاطر اینه که برترین ورزشکاران جهان رو معرفی کنن و پشت پرده اقتصادی این مسابقات رو درک نمیکنن. ببینید، فروش مکمل و ویتامین در دنیا به تنها یک صنعت 150 میلیارد دلاری. مستر المپیا عاشق چشم و ابروی ما نیست و براشون هم هیچ اهمیتی نداره که چه کسی برنده این مسابقات خواهد شد و چه کسی بهترین فیزیک رو داره. اولین اولویت اونها اینه که چه کسی در سطح جهان میتونه بیشترین توجه مردم رو به صنعت بدنسازی جلب کنه. کاری که آقای هادی چوپان کاملا نادیده گرفته و تنها تمرکزش رو روی تمریناتش و البته پروموت خودش در سطح ایران گذاشته. مسابقات مستر المپیا برای تولید کنندگان مکمل به طور کلی یک تبلیغه، همونطور که مراسم اسکار یک تبلیغ برای سینمای هالیوود و افزایش فروش فیلم‌هاشون. آقای چوپان یکی از 5 فیگور اول شبکه‌های اجتماعی ایرانه و برند خیلی خوبی ساخته در ایران، ولی همون قدر که در ایران معروفه در کل دنیا ناشناسه. وقتی که میگن مثلا پکیج شما کامل نیست، منظورشون پکیج بدنی نیست، منظورشون اینه که فیزیکتون عالیه، تمریناتتون فوق‌العاده است، ولی هیچ توجه رسانه‌ای از دنیا به سمت ما جلب نمی‌کنه. خب این کار شماست.